اینجا студияи марказии радио Зудист ва ман Шалогул Хоҷат то 15 дақиқа дигар ҳамроҳатон. Нахост мурӯре мекунем ба сархати мавзӯи имрӯз 10 сентябр. استقبال نباید تنها از مدح و ثنا عبارت باشد. بعضی ساکنان کولاب میگویند جشن‌های با دبدبه زندگی و مشکلات واقعی آنها را پس پرده میگذارد. هر یک شهروند باید آزاد باشه، آزاد سخن بگه، آزاد رفتار کنه. کودک‌ربایی. مذاکرات با طالبان مرده است. دونالد ترامپ تصمیمش را درباره بیکار کردن گفتگوی صلح با گروه طالبان توضیح داد. وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی‌کنم. و در نویای وحدت یک مرد را با اتهام آدم‌ربایی دستگیر کردند. جنایتی که بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان مشاهده نشده است. صبح امروز امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به تجدید ساختمان راه ماشینگردی کۆлоб مومن‌آباد آغاز بخشید. انتظار می رود ضمن سفر کاری خود به ولایت ختلان از جمله در شهر کۆلоб رئیس جمهور چند انشاءات را باز کند. حالا صدها کارگر اداره‌های دولتی طرز درستی تعظیم را مشق می کنند و هزاران دانشجو و خواننده مکتب برای شرکت در برنامه هنری تمرین رقص دارند. اما برخی ساکنان میگویند در پس این جشن‌های با دبدبه اکثرا مشکلات فراوان آنها پنهان میماند. گزارش محمود جان رحمتزاده را در این باره رستم جانی تقدیم میکند. ساکنان کۆلоб به پیشواز پرزیدنت آماده می شوند. سفر امامعلی رحمان و روز استقلال را اینجا در یک روز جشن می گیرند. صدها کارمند اداره های دولتی را می بینیم که شیوه پیشواز را گشته و برگشته مشق می کنند. باز کردن هر یک بینای نو به یک معرکه مدح و ترنم تبدیل می یابد. در کۆلоб چندین مؤسسه از کالج، خانه و مرکزهای تجارتی بنیاد یافتند که باید پرزیدنت رحمان آنها را باز کند. جشن تنتنا را ما چی سو میکنیم؟ اینو یک با روسی میشن خیمه‌اش اینا پاکازو همیشه برای که خلق ما جمعیت اساس کمبغلو камбизоат مثال نداریم. بازارعلی اشورов در شهر کۆلоб مسافر میکشد. حالا این شغل یگانه وسیله درآمدی اوست. برای من مسافرکشی همین زندگی را پیش بردیم. نه که با این خیلی ما آینده به کجا میریم نمیدونیم. آنها با همسرش سال 2000 خواجگی دهقانی تأسیس دادند. میبایست روزگارشان تنظیم میافت. وزیر در همین شرایط ما بی‌عدالتی نسبت دهقان زیادتر چیزی است. او میگوید استقلال تنتنه عدالت است، اما در این روزها حقش را گم کرد. مرادمت سفرов در بازار خلطه های سلفنی میفروشد، عرابه کشی میکند. میگوید چند سال است جشنهای ملی از یادش رفته. 40 سوم کار میکنی. 3 استودنت داغوارون بانکو قط خوندم تا همین روز اومده. او میخواهد پرزیدنت در منطقه ها روز قبول تشکیل کند. همین خودش ما را قبول کنه. قبول در 6 سال دستگاه حکومت جمهوری، گنرال پروکراتور، رئیس ولایت در شهر کۆلоб 4 رئیس، این 4م رئیس شای همه که جوابای میاد که همین شهروندو را خانه کنین، همین را به درد همین برسین. یگام رئیس شهر ما را قبول کردگی نیستن. یگام رئیس شهر. جورخان کبیروف را خرج های این تجلیل ها و پیشوازگیری ها حیران کرده است. نمیشه یک زواد میکرد، یک فابریکا میکرد، یک چیز میکرد که یعنی 10 نفر، اقلا 100 نفر جای کار میکرد. از نظر این دهقان سابقه دار در جامعهش معنی استقلالیت و حقوق تغییر کرده است. استقلال میکنه که آزادی سخن، آزادی وجدان. هر یک شهروند باید آزاد باشه، آزاد سخن بگه، آزاد رفتار کنه. کودک‌ربایی. جورخان کبیروف گوشه‌نشینی مجبوری است. مقامات حق تلاشی او را می‌دانند. بنااً در روزهای سفر پرزیدنت به کۆلоб گشت و گرد او را محدود می‌کنند. اون استقلال همون 30 پاییزی که گرد دیگ کستادن، اما پاییزی نمی‌بینن حافظا. به هر صورت جورخان کبیروف امید دارد این گوشه‌نشینی مجبوری او به اتمام میرسد و استقلالیت به همان معنی که او قائل است و میفهمد میرسد. حقوق انسان همان طوری که در قانون ها درج یافته است
اجرا می شود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قرارش درباره دست کشیدن از ملاقات مخفی با طالبان و بحث اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد. با وجود آنکه ترامپ گفت مذاکرات صلح دیگر مرده است، ولی امیدهای برای صلح در افغانستان باقی است. طاهر سفر موضوع ادامه می‌دهد. به دلیل بمبگذاری مرگبار در نزد سفارت آمریکا در کابل در هفته گذشته، رئیس جمهور ترامپ از مذاکرات با طالبان دست کشید. او روز دوشنبه گفت مذاکرات دیگر مرده است. وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم. آنها خطا کردند. روز شنبه ترامپ در توییتر نوشت میخواست روز یک شنبه در قرارگاه کمپ دیوید با طالبان ملاقات کند، اما بعد از ترکش آن را لغو کرد. تحلیلگران میگویند شاید سبب بمبگذاری نباشد، چون طالبان از این کارها زیاد میکنند. در واقع ترامپ به نگرانی‌های افزاینده در کابل و واشنگتن از سازش با طالبان واکنش کرد و از آن دست کشید. بر اساس سازش با طالبان، امریکا باید هزاران سربازش را از افغانستان بیرون میکشید و طالبان هم با تروریستان همکاری نمیکردند. طالبان گفتند شتابکاری ترامپ گفتگوها را به هم زد و آنها جنگ را ادامه میدهند و اما هنوز هم امید برای صلح باقی مانده است. فکر میکنم امکانی سازش هست، چون در نهایت همه طرفها میخواهند سازش به دست بیاید. رئیس جمهور اشرف غنی که از مذاکرات بیرون بود گفت روند صلح به چنین اتفاقات نمی شود. صلح به قید و شرط نمی شود. حالا مذاکرات به سازش آتش بس امکان ناپذیر است. دونالد ترامپ وعده داده بود که به جنگ ها پایان می‌دهد و می‌خواهد تا انتخابات سال 2020 سربازان آمریکایی را به کشور برگرداند. هدف حرکت اخیری او را ضعیف کردن موقع طالبان در مذاکرات می‌دانند. امریکا برای ترک افغانستان شتاب دارد، از این رو مشتاق سازش است. طالبان راحت میگویند اگر پیشنهاد به ما معقول نبود، طلبات شما معقول نبود، ما به آسانی از گفتگو دست میکشیم، چون در میدان جنگ موفقیم. این یک تمایل است که تغییر نمی‌یابد حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود. بعد سقوط طالبان در سال 2001 حالا آنها مناطق زیادتری افغانستان را در دست دارند. بعد از حمله های روز 11 سپتامبر در آن سال، امریکا برای پناه دادن به القاعده طالبان را سرنگون کرد. طاهر سفر گزارش میداد. درباره واکنش‌ها به تصمیم دونالد ترامپ صحبت داشتم با امید مرزبان، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد. او گفت که حکومت افغانستان هم از تصمیم دونالد ترامپ حمایت کرده است. اما طالبان دقیقاً چی گفتند؟ امید مرزبان شرح می‌دهد. طالبان دیروز در یک پیام طولانی گفتند که البته اینها باورمند به صلح هستند، میخواهند صلح بکنند با امریکا و هدفشان هم به صلح رسیدن بود، اما چون آتش بس اعلان نشده بود جنگ جریان داشت و حتی اونها دونالد ترامپ را متهم کردند که این تصمیم بسیار عجولانه و بی‌صبرانه گرفت به خاطر یک حمله که در روی یک سرباز آمریکایی کشته شد. همه مذاکرات و تلاش‌ها برای صلح را به هم زد. البته این چیزی هست که دونالد ترامپ هم در توییت خود اشاره کرده بود و گفت وقتی که طالب‌ها با ما صلح میکنن و از سوی دیگر مردم بیگناه افغان و یک سرباز آمریکایی را میکشن، نشان میده که طالب‌ها توانایی را ندارند که در میدان مذاکرات صلح به طور درستش مذاکره بکنند. صحبت مفصل همکارم امید مرزبان را میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نکرده گناه و یا چگونه مهاجری توجیک از هموطنانش دفاع کرد و به زندان افتاد. نزدیکان عبیدالله تقایف، یک مهاجر 29 ساله توجیک میگویند تنها گستاخی این جوان سبب شده است که او را با عیب ساخته تروریسم به چند سال زندان محکوم کردند. والدان مهاجر از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند که به قضیه ناعادلانه زندانی شدن فرزندشان دخالت نماید. موضوع عبدالله شورف تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خوب والدان این جوان از کرمل پاسخ گرفتند و اگر ها چه پاسخ؟ سلام شهلا. کرمل به والدان عبیدالله از ناحیه یاوان پاسخ گفته است، اما جواب آنها را قانع نکرد. خلاصه جواب حکومت روسیه این است که حاکمیت دادگاهی مستقل است و شاخه اجراییه به قرار آن تاثیر گذاشته نمیتواند.
نماینده مفتی وجود بحث با تقایف را تصدیق میکند ولی میگوید که او را در تروریسم متهم نکرده بودند. داستانی حبس عبیدالله تقایوی 29 ساله یگانه نانآور این خانواده و پدر 2 فرزند که در شهر کراسنایارسک روسیه تکثیرانی میکرد با یک بحث او با امام مسجد این شهر در سال 2017 برمیگردد. تقایف مثل دیگر مهاجران نماز جمعه را در مسجد جامع شهر کراسنایارسک ادا کرده چند بار شاهد می شود که قبل از شروع عبادت ناظران پلیس به تفتیش مسجد می آیند و مهاجران تاجیکی که به نمازگزاران سنبوسه و کلچه می فروشند ظرفهای خود را گذاشته از ترس بازداشت فرار می کنند. تقایف که حق اقامت در روسیه را داشت از این حالت بر رقت آمده از کارمندان پلیس می پرسد چرا مسلمانان را پیش از ادای عبادتشان هر روز جمعه آزار می دهند. پاسخ پلیس او را حیران می کند. از امام مسجد پرسید که هر روز جمعه با تلفن ما را برای جاری کردن ترتیبات دعوت می کند. پس از این عبیدالله راست به نزد گیاس فتکولین امام خطیب و مفتی مسلمانان ولایت کراسنایارسک رفته از او می پرسد چرا ضد مسلمانان عمل کرده آنها را از یک دهان نان محروم می سازد. بحثی آنها با آن می انجامد که مفتی میگوید تو از گروه های تندرو هستی و با تو آدمانی دیگر سر و کار خواهند گرفت. عبدالله آیا با خود مفتی صحبت داشتی؟ بله شهلا، متاسفانه خود مفتی فتکولی نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، اما شاگردش رویل حاجی عین زمان که امام خطیب مسجد جامع کراسنایارسک است گفت قضیه حبس شدن عبیدالله با امام مسجد دخل ندارد، اما پیش از نماز جمعه بعضی مهاجران تاجیک در نزد مسجد خوراک و جهاز گوناگون را به فروش می‌آورند و ترتیبات جمعیتی را خللدار می‌سازند و از این رو آنها نیروهای پلیس را برای نظارت ترتیبات به مسجد هر روز جمعه دعوت میکنند. مگر تنها برای همین بحث این مهاجر تاجیک 6 سال پس پنجره فرستاده شده است؟ شهلا، طور پیوندان عبیدالله میگویند محض پس از بحث با مفتی عبیدالله بازداشت شده بالاخره با ماده 205 مساعدت به تروریسم عیبدار می شود. اما جزئیات پرونده او خیلی طولانی است، اما اینجا تنها یک نکته آن را یادآور می شوم. یک دلیل افراطگرا و به گروه های تروریستی میل داشتن تقایف را تفتیشات در آن می داند که گویا او به مثل افراطگرایان تروریستان و افراطگرایان در افغانستان و سوریه تهپوش نمی پوشید. با ادعای مفتشان جنگجویان داعش و گروه های دیگر تروریستی هر گونه لباسی که به بدن آدم جفس می شود حرام اعلان کردند. معلوم نیست که مفتشان چگونه تهپوش پوشیدن و یا نپوشیدن تقایف را معلوم کردند، اما این حالت همچون دلیلی به افراطگرایی میل داشتن او در پرونده ذکر شده است. تشکر عبدالله برای تفصیلات. ضمناً رسما در زندان‌های روسیه حدودی 10,000 شهروند تاجیکستان ادای جزا می‌کنند و حامیان حقوق به درستی عیب‌نامه‌های مقامات تفتیشاتی روسیه در نسبت بعضی از آنها با چشم شبهه می‌نگرند. تشکر. در شهر وحدت مرد 49 ساله را بازداشت کردند که به کودکربایی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید فرد متهم برای رهایی دخترچه 2 ساله از والدانش پول طلب کرده است. حادثه روز 7 سپتامبر رخ داده است. به گفته این نهاد بازداشت شده با مقصد طلب نمودن مبلغ پولی و دادن جزای روحی و معنوی به والدین خردسال او را رها بوده است. کودک روزی دراز در خانه خواهر مرد گروگانگیر نگهداری شده است. مرد متهم در گروگانگیری قبلا برای کشتار زندانی شده است. در تاجیکستان آدم ربایی در زمان جنگ داخلی به نظر می رسید، اما بعد از آن دایر به این جنایت که جزای سخت برای آن پیش بینی شده است گزارش نرسیده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهند بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.